در باب ششم در باب اضحیه فی الاضحیه و فیه مسائل، درباره قربانی کردن و در آن یک چند مسئله های ذکر می نماید. المسئله الاولى فی تعریف الاضحیه و حکمها و ادله مشروعیتها و شروطها. در بیان تعریف قربانی و حکم قربانی و دلیل های مشروعیت، جایز بودن و شرط های قربانی ذکر می شود. اولا تعریف قربانی. از لحاظ لغت قربانی ذبح یعنی کشتن در وقت ضحا یعنی که چاشت بعد برآمدن آفتاب کرده می شود. اما از نگاه شریعت باشد آنچه از شتور، از گاو، از گوسپند یا بز با قصد تقرب نزدیک شدن به الله متعال در روز عید یعنی عید قربان ذبح کرده می شود، این را قربانی می گویند. پس حکم قربانی و دلیل های جایز بودن آن. قربانی سنت مؤکده است و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی که می‌فرماید فصل لربک وانحر، پس برای پروردگارت نماز بگذار و قربانی بکن. و حدیث انس رضی الله عنه است که فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم ضحى بکبشین املحین اقرنین. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم دو قشقار سفید و سیاه را آمیختین، شاخدار را املح و اقرن قربانی کرد، دو گوسپند را. ذبحهما بیده، با دست خودش قربانی کرد. و سمى و کبر، در آنجا بسم الله گفت و الله اکبر تکبیر گفت. و وضع رجله علی صحافهما، و پایش را در پهلوهایشان گذاشت. روایت بخاری تحت رقم 5553 و مسلم تحت رقم 1366. پس شرط های مشروعیت جایز بودن قربانی برای کسی سنت است که این شرط ها را اجرا نماید، این شرط ها را داشته باشد. یکم اسلام از غیر مسلمان ها پذیرفته کنه می شود. دوم بالغ باشد، با عقل باشد. کسی که بالغ و عاقل نیست با او تکلیف نمی شود، با او مکلف نیست. و سوم استطاعت، قابلیت، توانایی، یعنی صاحب مبلغ نرخ قربانی را داشته باشد و از خراجات خرد و کسانی که آنها را نان می‌دهد عهده برار باشد. پس برای روز عید و ایام تشریق در آنجا قربانی میکند. مسئله دوم، آنچه که قربانی با آن درست است. ما یجوز الاضحیه به، که آنچه که قربانی با آن درست می شود. از قربانی تنها با این گروه های حیوان ها صحیح می شود، یا که از این گروه های حیوان ها صحیح می شود. یکم شتر، دوم گاو، سوم گوسپند که در این گوسپند هم بوزم داخل می شود. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی ولکل امة جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علیه، و برای هر امت مراسم قرار دادیم. لیذکروا اسم الله علیه ما رزقهم من بهیمة الانعام، تا ذکری الله سبحانه و تعالی را از آنچه که از چرپایان انعام شتر، گاو، گوسپند بر آنها روزه دادیم یاد کنند، ذکر را یاد کنند و قربانی نمایند. و انعام این سه نوع از حیوانات داخل می شود: گاو، گوسپند و بز. و از پیامبر الله صلی الله علیه و سلم و از هیچ یکی از صحابه قربانی بغیر این سه نوع نقل نشده است: یا گاو، یا گوسپند، یا بز. شتر همچنین. یک گوسپند برای یک شخص و اهل خانواده‌اش کافی است. در حدیث ابو ایوب رضی الله عنه آمده است که پیامبر الله فرمودند کان الرجل فی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم، این که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مرد با یک گوسپند برای خود و اهل خانواده‌اش قربانی می‌کرد. یضحی میگه بشاتی عنه و عن اهله فیاکله و یطعمه، از آن گوسپند قربانی کردن از آن هم می‌خوردند و هم دیگران را نیز می‌خورانیدند. قربانی با یک شتر یا یک گاو برای 7 نفر هم جایز است. یک شتر را 7 نفر تقسیم میکنن، میخرن، قربانی میکنن که یک گاو رو. دلیل آن حدیث جابر رضی الله عنه است که فرمود نحرنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه ما با همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیبیه، عام الحدیبیه، بدنتا عن 7، که ما در سال حدیبیه با رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شتر برای 7 نفر و بقرة عن 7 و یک گاو را برای 7 نفر قربانی کردیم. و املح سیاه و سفید است، در بیان گاو است. مسئله سوم، المسئله الثالثه شروط المعتبره فی الاضحیه، شرط های معتبر مورد اعتبار در قربانی کردن. اول سن و سال و شتر شرط آن از 5 ساله بالا باشد، یعنی که 5 ساله را پر کرده باشد. و گاو شرط آن 2 ساله را پر کرده باشد. و بز یا گوسپند بز باشد، شرط آن 1 ساله را پر کرده باشد، اما گوسپند از 6 ماهه بالا باشد. و دلیل آن بر حدیث اساس حدیث جابر رضی الله عنه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند
لا تذبحوا الا مسنا. گفتن که بجز حیوان مسنه یکی به سین لازمه رسیده باشد ذبح نکنید. الا ان یعصر علیکم، مگر آنکه بر شما دشوار گردد. فتذبحوا جذعه من دعنی، پس یک جزعه از گوسفند را ذبح کنید، یکی 6 ماهه. و مسن از شتر 5 ساله است و از گاو 2 ساله و از بز 1 ساله و از مسن از گوسفند 6 ماهه. و گوسفند باشد دعن میگویند شرط از جزع بودن است. بر روایت مشهور جزع آن است که 1 سال را پورا کرده باشد و گفتند که 6 ماهه هم باشد کافی است. چونه بیان کردن از عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت است که گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم به من جزع دسترس شد، یعنی به من یک گوسفند دسترس شد، پس آن را قربانی کردم. گفتند ده به گفتند به آن قربانی کن. و همچنین در روایت دیگری از عقبه ابن عامر رضی الله عنه آمده است که فرمودند ضحینا مع رسول صلی الله علیه و سلم، با همراهی پیامبر رسول صلی الله علیه و سلم ما قربانی کردیم بجذع من الضعن، با یک جزع از گوسفند قربانی کردیم. دوم سلامتی شرط است که یکی از شرط های دیگر گاو، گوسفند، بز، شتر عیب‌هایی که عادتا سبب کم شدن گوشتش می شود نداشته باشد، سالم باشد. از این رو قربانی گاو، گوسفند، بز و شتر لاغر یا که شل یا که کور یا که بیمار نمی شود. و دلیل آن بر اساس حدیثی برا ابن عازب رضی الله عنه است که فرمودند 4 نوع از قربانی ها کافی و درست نیستند. یک چشمش کور است یا که کور است، بیماری که بیماریش آشکار است، شلی که شلیش آشکار است و لاغری که لاغریش یا که استخوانش نمودار است، خیلی لاغر است. پس این 4 عیب قیاس بر این 4 عیب، هر عیبی مانند این نیز اگر داشته باشد که بر گوسفند ضرر برساند قبول نمی شود. همچنین و مثل که دندانهاش ریخته باشد یا که بیشتر گوش یا که شاخش بریده شده باشد و مانند اینها. المسألة الرابعه، مسئله 4، وقت الذبح اضحیه. مسئله 4 وقت ذبح قربانی. پس وقت قربانی برای کسی که نماز عید اضحی، عید قربان را خوانده است، پس از انجام نماز عید آغاز می شود. و برای کسی که نماز عید را نخوانده است، وقتی آن از طلوع آفتاب، از برآمدن آفتاب روز عید، آفتاب که برآمد آغاز می شود به اندازه یک فاصله 1 متر که 2 رکعت نماز خواندن در آنجا کافی باشد. از برا ابن عازب رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من صلى صلاتنا، هر کس که نماز ما را بخواند و نسک نسکنا و قربانی نسک ما را انجام بدهد و قد اصاب نسک، پس سنت نسک را درست به جا آورده است. گفتند و من ذبح قبل ان یصلی فلیعد مکانها اخرى، و هر کس پیش از نماز ذبح کند باید از جایش دیگری را قربانی نماید، یعنی که قربانیش پذیرفته نمی شود بلکه وی یک خیری کرده است. قربانی بعد نماز عید می شود، روایت بخاری و مسلم است. اما مهلت قربانی یعنی چند وقت رو مهلت داریم که قربانی نماییم، چند مدت. پس مهلت قربانی تا غروب آفتاب آخرین روز ایام تشریق است، تا انجام روز 13 ذوالحجه. از جابر ابن مطعم رضی الله عنه از نبی صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند کل ایام تشریق ذبح، همه روزهای تشریق ذبح است، روزهای قربانی است. روایت احمد و دیگران. بهترین وقت آن است که پس از انجام نماز عید ذبح کرده شود. بهترین وقت قربانی پس از انجام نماز عید. از برای ابن عازب رضی الله عنه روایت است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اول ما نبدأ به یومنا هذا نصلی، اولین چیزی که امروز ما با آن آغاز میکنیم این نماز است در روز عید. ثم نرجع فننحر، سپس برمیگردیم و نحر یعنی قربانی میکردیم. فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، پس هر کسی که این کار انجام داد، یعنی اول نماز را خواند، نماز عید را خواند، سپس برگشت به سوی خانه خود قربانیش را کرد، به درستی که سنت من را ادا کرده از گفتن پیامبر. و من ذبح قبل ذلك فانه هو لحم قدمه لاهله، و هر کسی که پیش از عید قربان، پیش از نماز عید اگر که این کار را انجام داد، با درستی که تنها یک گوشت رو پیشکی برای اهل خانواده خودش ذبح کرده است، یعنی این قربانی حساب نمی شود. لیس من نسک فی شیء، و از نسک چیزی به حساب نمی رود. گفتن یعنی این در قربانی داخل نمی شود. گفتن صلی الله علیه و سلم پس قربانی از این بیرون است. بارک الله فیکم. روایت بخاری و مسلم است. المسألة الخامسه، مسئله 5، و ما یلزم المضحی اذا دخل العشر، آن کسی که قصد کننده قربانی نمودن را دارد هنگامی که 10 ذوالحجه داخل می شود چی چیزا برای وی واجب است.
یا چی کارها را انجام بدهد یا که انجام ندهد. مستحب است که صاحب قربانی، کسی که قربانی میکنه، از آن قربانی کرده اش بخورد، به خویشاوندان و همسایگان و دوستان نزدیکانش هدیه کند و بر کم بیضاعتان صدقه بدهد. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی در سوره حج آیات 28: فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. پس از آن بخورید و به بیچارگان مسکین ها صدقه بدهید، غذا بدهید. و علما گفتند که بهتر است که همین گوشت قربانی رو به 3 کس تقسیم کند، به 3 قسمت تقسیم نماید. 3 آن رو برای اهل خانواده خود بگذارد و 3 دیگر رو برای فقیران و همسایگان تقسیم نماید و 3 باقی مانده اش را با صاحبان نیاز و سؤال کنندگان داده شود. از ابن عباس رضی الله عنهما در صفت قربانی نبی صلی الله علیه و آله روایت است که گفتند و یطعم اهل بیتی ثلثها، و 3 آن را به اهل خانواده اش میخوراند. و یطعم فقراء جیرانه ثلثا، و فقیران همسایگانش را 3 آن را میدهد. و یتصدق علی السؤال بثلث، و 3 آن را به سؤال کننده به نیازمندان صدقه میدهد. پس نگاه داشتن آن همون گوشت قربانی زیاده از 3 روز جایز است، اشکال ندارد. از برید رضی الله عنه روایت است که نبی صلی الله علیه و سلم فرمود کنت نهیتکم عن ادخار لحوم اضحی، من شما را از ذخیره کردن گوشت های قربانی بیش از 3 روز من کرده بودم. فامسکوا ما بدا لکم، و سپس گفتند اکنون هر چی خواستید نگاه بدارید. روایت مسلم است. چیزهایی که بر قصد کننده قربانی، یعنی آن کسی که قصد قربانی می نماید، هنگام قربانی کردنش، هنگام وارد شدن این ماه ذوالحجه لازم می گردد. هنگامی که 10 روز اول ذوالحجه فرا می رسد، نزدیک می شود، یعنی 10 روز بر عید قربان را باقی می ماند، بر کسی که نیت قربانی دارد با انجام قربانی اش، برای انجام دادن قربانی اش از گرفتن موی، ناخنها باز بیستد یا که پوست بدن، برایش حرام میگردد این کار را انجام بدهد. و دلیل آن حدیث ام سلمه رضی الله عنها است که رسول الله صلی الله علیه و فرمود اذا دخل العشر، هنگامی که 10 روز اول ماه ذوالحجه، 10 روز ذوالحجه داخل شد، و عنده اضحیه، و وای قربانی دارد، میخواد قربان نماید، یرید ان یضحی، میخواد قربان نماید، فلا یاخذن شعرا، پس موی سرش را کوتاه ننماید، کم نکند، نگیرد چیزی از آن را. و لا یقلمن ظفرا، و همچنین ناخنهای خودش را کوتاه ننماید. روایت مسلم است. یعنی که از تمام آن مویهایی که در بدنش هست خودداری نماید، از ناخن، از موی سر، هر چیز دیگری. از اینو باید انسان چکار نماید؟ خودداری نماید. این است مسئله قربانی.